معذر میده پل کاربلون میده ولد به من نمیشته میکنه. اسم شریف شما چیه؟ اینه بابو پیریم جنگیره بابو مدری من کجیر. نه مدری بکار چه نه کجیر که برار من کشمی. شما بشینیم اینجا. کجا بشینیم؟ برید چوکی تا دوربین سعی کن. ما سعی کنم ما خودکار کنم. همینجا نون نمید همه؟ مامان رو بله ما و گیلک وقتی استینبی آمادیم گفتیم بیاییم به خیر خوشی به خود خواهیم اینجا تذکره بگیریم که به خود پاسپورتا فرانتیار کنیم تا به عید که برکن بشه ما به اون جگاه ما به خود اقامه بگیریم. به فکر همی تذکره با ما بشه ما بیامدیم که شما جلوی بکنیم که همی تذکره ما به خیر خوشی به زودترین فرصت بگیریم که رد از به فکر پاسپورت شیم. تذکره شما که زود میشه بالاخره پاسپورت شما اگه بعد از این هم وقت گپ بینی باشه عباس بیای ترکی بدم باشه عباس بیای برای بکنیم تذکره میگیریم اینجا عباس مامان اینجا چی شو گیله؟ اون بیام عباس جان بله سعی چی میدونستیم؟ دل یار سلام ماما خدی ماما بعد دادم چی؟ عباس تذکره گفتم به فکر تذکره با ما و گیلک باشیم که ما به خیر خوشی ما این با پس بریم دیگه به خود اقامه کنیم. دیشبان عباس پیدم مادرم تصویری گپ زدن گفتن به گیلک گفته من گفتم کجی برای خانمار دار یا خود داماد من به شمار گفت گفتم یا خود خوارزاده من عباس بریم به ولسوالی مقبول ما معرفی کنیم. عباس تو یک کار کن چیکار کنم؟ همین کجی رو گیلک و ولسوالی یک عرضی نوشته کنی بفهمیدی؟ مقبول اونا رو معرفی میکنی که اینا 13 سال میشه اینا به ایران هم خونه اینا زندگی اینا به ایران فقط بسته فامیل اینا تذکره داره همین دو تذکره نداره بفهمیدی؟ بعد کتاب اساس به نام و ولد و همه حساب کتاب اینا همه نوشته بود کتاب اساس بفهمیدی؟ حتی نام همین قریه از این هم نوشته به این کتاب بعد اینا رو عدل معرفی میکنی که برای اینا تذکره میگیری. خب چرا شما نمیرین؟ چی؟ چرا شما نمیرین؟ ما برو ما سواد دارم که برو تو سن پدر بخونی ما میگی که تو برو اوه تذکره که با سواد نسواد کار نداره چرا کار نداره؟ اقلا شما که ولدی ما چی بلدم؟ که کدی شما برم کدی شما نرم بابا دیگه کار نداره مقبول عرضه نشته که من آقای بزی شو بایی کنه دیگر بخون که چیه بود خب نه من چی میفهم که من سواد چی میفهم که چی نوشته که من برم شما برم تو کانو سن پدر بخونی میفهم بابا مشکل خود شما بریم بیتر نیه نه خود تو بر بخی خب بابا گپ بیدیم اگر شما میرفتیم بیتر بود مثل من دونم تو کدی ریزه میکنم برو اول ریزه کنم بابا بخی نرم برو بخی بله کجا بریم؟ بای باری سفید برای شما تذکره بگیر بخی عمال بگیرم بدم عمال بدم وای خزم برین دیگه ولی مغز سر رو بخوردن دیگه خیلی بینیم ماما داریم بخش او ورق میکشش خیلی کنشته گرمه و بالا میخوشی چی خود باجه هم بمونو با در 15 روز دو بچه خوره که به خرج اینا خود کمه که ما یک نفر مرد اینا بده گوره اینا تذکره بگیره من فقط مزدور از اینا که اینجا سال بام 12 هم برد اینا بده انا رو تذکره از اینا که بگیرم و انا رو باید مگر 6 ماه برد اینا بدم که پاسپورت از اینا بگیره وای ولا از اینا افتادم که واسه خونه و افغانستانه شما تذکره میگیرید؟ بله یا برای کی ماه؟ ما و برار ما اینا ما برار شما از کدی قریه این؟ اینا ما از سر بغل کارما کلوم بیده معذر میده پل کاربلون میده
و 2 نفر تذکره میگیری؟ 2 نفر ها، 2 نفر ای برار از ما به ایران زندگی میکنیم، ما از ایران آمده، ما تذکره ما که تذکره بگیرم. ما میامده که پاسپورت هم بگیریم تذکره. این موتر میای ما نزنه به کل بشه. نه میره داخل. به خیالم یادم ندارن لالامه. نه میره داخل بله. رو بربر ما یاد نداریم. خب هم یک نفر شما گپ زنه اسم مشخصات شما پرسان میکنه. اسم شریف شما چیه؟ اینه. اسم شریف شما؟ خب میگم اینه. این بچه خاله منه اینه. لالا اسم از یاست گلک. اسم تو چیه؟ خب نه خود جلوره اینه. اسم از یاست گلک. خب ولد با من نمیشته میکنه. خب با من نوشته. ماما با من نمیشته میکنی. حالا تو چوب کو. برو یک کدوم شما گپ زنه ما سر ما درد آمد. اینه. اگه تو یاد دیدم برو ما خونه برم. نه. خب ولده پیارمه. غلامت دوتری. غلامت دوتری. حال به اعلان که براتین رباب میزنه پیارمه. خب غلط زیر پیدا گفتیم ها. خب براجو. بله. ولدیت. چه ولدیت؟ یعنی اسم بابی شما؟ مدری پیری. مدری من اسمیو کجیره پیری جنگی. پیری جنگیر؟ پیری جنگیر مدری کجیر. ولدیت که پیری که جنگیر گفتین؟ اسم ولدیت پیارمد. بابو پیری من جنگیره بابو مدری من کجیر. نه مدری بکار چه نه کجیر که برار من کشمیر. بابو مدری من کشمیره بابو پیری من برار من نورالله. بابو پیری بکاره. نورالله ولد آقا گل. آقا گل. نه نمایه اونا دیگه برار. خب شما خلاص. این همه میتونه. اسم شما چیه؟ کجی. کجی. خب ولده. غلامت دوتری دیگه. برار سیه نمایه بگیم عروی مینا نوشته. آره نمیشته. بیای برکل نمیشته کنم. خیلی گرمه اینجا ماما. خیلی طاقت میکنه شما ماما. برار جو 4 قطعه عکس هم بگیریم بیاریم هر کدوم شما. عکسامو به ایران بگم بیارم. نه اون عکسیا بو بر سرکه. هر کدوم 4 تا عکس بگیریم برای تذکره بگیم ما هر کدوم 4 تا عکس بیاریم که یکی به عرضه نمیشه. خب بریم عباس بریم. ولی که عکس بگیریم. بریم بچه خاله عکس بگیریم. بریم شما عکس بگیریم. باشه ما عکس میاریم. سیه زودتر بیاین که ما معرض عریضه گم نکنیم. آره معرضی شما بگذاریم. یار توی عرضی شما هم نوشته شما خون جگر شما اصلا معلوم نیه که نه کجا بیام آدم. یالا عکس بگیریم بیا. عکس بگیریم. جان تا بکاره. یالا. عکس برای چی مایم؟ عکس برای چی مایم؟ ما تذکره ما بگیریم و پاسپورت. هر سه نفر؟ نه 4 تا وزید 4 تا 4 قطعه عکس میگه 4 قطعه 8 تا برای تذکره ها. چنده؟ میگیریم 100 روپیه میشه. 100 روپیه. بله ها. مچو مکنه با خدا یک روپیه نمیگی شما. خیلی ما بگیریم خیلی. برای میکنه ما تمام ما به ایران میشینیم. من بگیریم. شما بشینیم اینجا. کجا همین بشین؟ جگه بشه که عکس بگیرم. برید چوکی اینجا نه. اینجا برو کجا؟ کجا آماده لالا؟ از ایران. ایران این اینجا سه کلا لالا. بله. برار جو. بله. ایران اینجا بشین اینجا. کجا بشین؟ مثل این ماما بشی. آها. آفرین دیگه. کار نکن. خود کمشا خو بشینم ماما. کانشا تو خوب تایین دیگه. آفرین. خب. چیشا خواهد ما بلوار کو لبخند هم بزه. بله. لبخند بزه. دادایی نمیشه از یه عکس بگیریم ایران برو. نه. ها. این که بشی. برو رجب نفهمم ای. تذکره میگیری که چه کار؟ نمیره قامت بلیلا. آفرین. اوشتنه. اشته خود تو میگم خواهد تدگه نشته با. کجی بگیر. آبرو ملت بگو دیگه رک بعد دیگه. بشی. تو اول بگیم یاد گیرم وقت آره کجی بگیر. عقلت مال بخوری. ترافیک کنیم لالا. آره یاد گیرم. آفرین. خلاص. تاشین. بیا. بیا. مثل ازی بشی بیا.
عجله بچی در بند تو لندازو بزی تذکره ما لالا بگیره ما بی تذکریم وقتی همون بی تذکره برو وقتی تو تذکره به کار میداری لا مثل حاد بش يعني يا مثل كجيش شما لالا درسته باشه برو جو تو همین جو باید میزینه انا متعب نکن دیگه پاسوی رو خانده بخو وقت ما میگیریم ما اینجا دانه فرماتاله مسلمان ها طرف مسایی تو جل لازم تو سعی نکن باید بره تو بزن کار نمیشته و تو مرد سعی کنه تا دوربین سعی کن ما سعی کنم ما خود کار کنم گیلک بشی اشتاق نمیدی تو حساب رو اکسای چاپ میکنم بعد حساب کن بخیر لالا بخیر بله برو دیگه دک کنیم خیلی لالا بیا غلطرات من پشت سر بگیرم این بار رو بشه شیشتر کن مقبول با چی هر رقم عکسی دفعه چیش میگیرم من چاپ میکنم و من نگی لالا که چه کار فلانه آماده ای؟ بیا اگه خودی هم پرده بگیر ادریس شما عکسای ما چاپ بخیر خلاص بگیر خلاص بابا نگرفتی من بگرفتم من بگیرم ماما من بگیرم که بابا کار داری یکی دیگه هم بگیریم یکی دیگه هم بگیریم امید استاد کدیتر امید استاد شو آنه طرف منه طرف کاملا رو خوب بگیره تو ایوار سعی کن آفرین امید رو خوب کن رو خوب کن خود تو میگه یه بار رو خوب ببر چه فرق میکنه دیگه ما اصلا من نیم تنه بگیریم نصف رو کامل تنه هم از تو بگرفتم خلاصه بگیر هر مورد انا بگیریم خلاصه خلاصه یک دو دقیقه بشینی که چاپ شد بشی امید جا که چاپ کنه بشی ایلالا تاول تذکره نداره نه عادت بی تذکره چرا؟ ما به ایران زندگی میکنیم ما بیا آمدیم دیگه با خود تذکره بگیریم پاسپورت بگیریم برام به ایران دیگه با خود چیز کنیم کار کنیم ما اون دیگه خب شما داره تذکره؟ کی؟ مازمی این بچه خاله منه ما بیا آمدیم دیگه با خود تذکره بگیریم پس میره به ایران بخیر ایرانی ها چی میکشن ها راستت برو ما اونجا کار میکنم چی کار میکنی؟ نه اما به شرکت مرغ داری مرغا که میموره میبرم اینا دیلداری میدم خب آفرین بیا گیلک چاپ شده ماما بیا بره بیا کار برم تا یک کاغذ بره اما جان نه دیگه خراب کردی عشقا بده عکسو بده حیفمو تذکره و گیلک حیفمو تذکره که بتونی بره حساب صبری بره از اون دمه 50 تا عکس میگرفتم با وقت با خاطر یک نفر ببخشید نگم ماما خواهش میکنم بخیر بری برو آجا ما اینجا نمیکنم شنو ماشاءالله ما به ایرانیم اونجایی یک سفن یا مزید دید کنه لالا که نظر نشه نه بابا بیا بریم بیا بخیر بری خداحافظ بیا لالا بیا ماما جان نونمونی نیه چای مایی این جگاه نبرو آجا نمیبینیم اینجا هیچ چیز گفت هتل بود کنم پهلو پینتر هتل هم هست انشالله این سن سال رسیده تا حال تذکره نداره حالا اگر یک عکس جیگر رو بشه الان تازه عکس گرفت واقعا تذکره نیه که کاش که عقل کمال میدهش از عقل کمال هم به صفر چه آدم ها پیدا میشه از این هم از 10 نفر ما عکس میدهشم بیا لالا بیا این داخل شما یا تلاشی کنم تلاشی کنم تو این رو خوب میره
گیلا آه. بریم میگم ساعت 2 بشه بیا بله. کارا خلاص کردم ساعت 2 بشه میگم بیا ساعت 2 بجه خب نون نخوردیم بریم به خونه بیا با بیلا این بریم به خونه دیگه همینجور خود از اینا نون میخوریم میخواد که اینجا اینا بیا بریم بعد بیا خونه می نون میخوریم با میای ساعت 2 دیگه نون خوریم الان وقت بابا مادر تو گفتم امروز دیگه دومروه وقت امرو تو 2 بشه خیلی وقت بیا بیا بله میمانون نمای ما میگم میشینی تا 2 بجه شه بیا بریم به خونه خودت کار دیگه هست بله عباس بله عباس تذکری ما چی کردی؟ کسی من ما ساعت 2 بجه میام تذکره میبریم ساعت 2 بجه؟ دیگه کسی من رو با کسی همینجور نون نمید همه؟ بعد